ابراهیم جون، چه اتفاقی افتاده؟ درختها رو ببین. من یادمه، توی خودتم یادته فکر کنم، توی این مسیر بچه بودیم، این فصل سال میرفتیم مدرسه میومدیم، بزرگ مرده چی میگن قلعه گلوا ما رو اینجا تعارف میکرد، میگفت بیا دایی جون یه خوشه انگور بخور، خستگی دره، تشنگی دره، بعد ادامه مسیر. ولی الان من اومدم نگاه، فقط اون ساغراش مونده. خدایا هیچ چیزی ندارم برای گفتن. و بزرگ مرد گلوا محمد علی ترشیزیان، سازنده شبه قلعه گلوا، سن رفته بالا، خدا 100,000 سال دیگه بهت عمر بده، ولی کسی نیست دیگه اینجا به من بگه بیا دایی جان یه خوشه انگور بخور.